در خانه سیر که در آشانه سیوم مغازه درم جایگیر است سمینار آموزشی درس کینوشناسی برگزار گردید. سمینار را استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابجان غفورов سر محرر تلویزیونی سیمای مستقل یکم الهام هاشمov راهبری نمودند. با گفته الهام هاشمov موضوع مذکور در ادامه برنامه تهیه شده درس کینوشناسی بوده الکی برنامه اولین طریق تلویزیون سیمای مستقل یکم پخش گردیده است. و ما تصمیم هست که مثلا هفته آینده برنامه دیگه میگیریم. یعنی ما علاقه کارسر کردیم و قبل که راه گذاشتیم و کارون راه دادیم. الهام هاشمov میگوید که در برابر آموختن و دانستن موضوع مذکور برایش نو محسوب می‌یابد. همچنین او از تاریخ پیدایش کینو حرف زده بیان داشت که اولین کینو یعنی فیلم اومدن قطار نام داشته در ایستگاه لا سیوتا فرانسه سال 1896 نوارگیری شده است. فیلم مذکور را برادران اوگوست و لوی لیومر ثبت نمودند که 48 ثانیه دوام میکند. همین 48 ثانیه دوام میکند. اومدن و نگاه کنید. خودش هم تو کادر رو نگاه کنید. کاملا یک پلنجه نگیرید. نگاه کنید. همین موبایل وقتی که مثلا ما برای تلویزیون نوارگیری میکنیم تا قاعده هست. وقتی که کاملا یک جا مونده سیپوی کدی استاتیف کدی. همین کادرهای حرکت کننده انتظار شد که از کادر برآمده رود میگوید. یعنی یک دیویژن باشد، کادر به حرکت باشد. یعنی در کادر نگاه کنید. دوام 48 ثانیه پاییز اومد. آدمان فرآمده ایستادند. یعنی همین چیز یک معلومات میدهند. مثلا اگر اون زمان مثلا آواز نبود، یعنی سوبتیتر یا چیزی وای نبود که پاییز از کجا آمد. اما معلوم همین چیز است. ما گفتیم درباره معلومات دادن خصوصی معلومات دهی که اینجا تماشا کردیم. در ادامه سمینار الهام هاشمov با سوال ما برای چه کینو میبینیم پاسخ گفته در ادامه از اشتراکچیان دایر به سوال مذکور پرسان شد. اندیشه های خود را اشتراکچیان لایحه درس کینوشناسی چنین بیان نمودند. من بسیار کم تماشا میکنم که میشوی برای گرفتن اطلاعات میتاش برای گرفتن اطلاعات من کینوی دیگه و نگاه که تماشا کردم مثلا اطلاعات حاضره نه اطلاعاتی ممکن که چند وقت پیشینه ایتیاد تو است دقیقاً همون زمان بگرفتگیه تنها برای موتیواسیون تنها برای استراحت تنها برای روز آموختن تنها برای مثلا برای دانش وسیع کردن این چیز نیست همه شاید که در آمیختگی باشد اما مثلا فرصت یکی نیست و بله واسه بروحیه است و با مقصدهای مختلف من که می‌بینم که اون یک یا یک تا یا دو تا نمی‌بینم آموزشی فرهنگ یعنی همون چی باشد جای باشد همون کشور باشد اون مقصدها چیزی که آقای دیگه اون گوناگون است یعنی تنها یک مقصدی نمیشه. اصلا من کینوی تاریخی رو دوست می‌دارم یعنی اون فاکتورهای تاریخی که هم تاریخی مثلا آسیا مرکزی یا تاریخ جهان اصلا همه چیزها رو دوست می‌دارم تماشا کردم و برای من هم یک منبعی معلوماتی тарихи میتوانم кино هستن кинови تاریخی. Ну, мне нравится sci-fi. Это фантазия. Фантастика. تاکید به یادآوری است که اشتراکشون در این سمینار آموزشی به طریق آنلاین و آفلاین شرکت ورزیدند. طریق آنلاین 12-15 نفر و در آفلاین 7-8 نفر شرکت داشتند. سمینار مذکور دوام 2 ساعت ادامه یافته پهلوهای دیگر موضوع مذکور به اشتراکچیان محاکمه شد. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.